چه عجب رایدر، بالاخره خونه رو خالی کردی. خونه خالی کردن رایدر رو دیدیم ولی هنوز کارت کشیدن سعید رو ندیدیم. آره حاجی، گفتم دیگه امشب و دوره هم یه اشغالی بکنیم. به به، پس حسابی قراره بهتره کنیم. خب رایدر، بازی مازی چی داری بشینیم بازی کنیم؟ داداش بازی مازی که سرش گرده، فقط یه منچ دارم که اونم تاسش گم شده. من چیه بابا، مگه دبستانی؟ خب رایدر، خوراکی مراکی چی واسه امشب خریدی؟ خوراکی هم نون پنیر توی یخچال هست، خواستید برید بخورید. یزید مگه گربه آوردی خونتون؟ حداقل یه چای جلومون میذاشتی. چایی هم تو کابینت هست، یکی بره دم کنه بزنیم. حالا برنامه امشبمون چجوریه؟ نظرتون چیه بشینیم فیلم ببینیم؟ آره حاجی، من که پایم. نظرتون چیه یه فیلم هندی چیزی بذاریم ببینیم؟ یزید تو با این سیست الان باید بشینی مردانه آهنین ببینی. فیلم هندی چیه دیگه؟ خب تو یه فیلم پیشنهاد بده بی مصرف. من میگم بیایم بشینیم باربی ببینیم. رایدر داداش چک کن ببین اون داستان تنو سر جاشه. مشتی باربی چیه؟ از اون سیبیلای ابریشمین خجالت بکش. حالا تلویزیون رو روشن کنید یه چیزی میذاریم میبینیم دیگه. راستی یادم رفت بهتون بگم تلویزیونم یه چند وقت خرابه. ای بابا، حداقل رمز وای فای تو بگو. اینترنت هم حجم نداره. خب اسپیکر رو بیار آهنگ بذاریم. اونم شارژ نداره. حداقل اون کولر رو روشن کن خنک شیم. آخه اونم پوشال نداره. ای بابا، من برم دستشویی برینم به این امکانات خونتون. زحمت نکش، آفتابمونم آب نداره. خاک تو سرت، چرا با آفتابه میری دستشویی؟ آخه پول قبض رو ندادیم، آبمونم قطعه. ریدم تو این زندگیت، امکانات پارک محل از خونه تو بیشتره. رایدر، سبک زندگی تو منو یاد فرناندو میندازه. فرناندو کیه؟ دانشمنده؟ نه بابا، سگ ولگرده تو محلمونو میگم. نه بابا، فرناندو هم دیگه اینقدر بدبخت نیست. همون قهوه خونه رفته بودیم به اون بیشتر خوش میگذشت. ای بابا، حوصله‌مون سر رفت، چیکار کنیم؟ میتونی بیای با این بازی کنی. راست میگه، اونم دوست نداشتی میتونی بیای با این بازی کنی. من دارم این بازیه رو میگم. تو چیو میگفتی رایدر؟ هیچی، فکر کردم سر شوخی باز شده. رایدر، حالا این بازیه چیه اینجاست؟ نمیدونم، اینو خیلی وقت پیش تو پارک پیدا کردم، تا حالا بازی نکردمش. اسمش جومانجیه. تو هم که هرچی مفاشه به خودت برمیداری میاری خونه. آره دیگه، پس فکر کردی خودت واسه چی اینجایی؟ خیلی خوب، همونو بیار بازی کنیم. هیچی که بهتره. کدومو میگی؟ بازی من یا سعید؟ رایدر، یه جوری میزنم خط لاچاکت افقی بشه. سعید بازیو بردار بیار ببینیم چیه. خب این بازی چجوریه؟ کسی بلده؟ نباید چیز سختی باشه. فکر کنم یه چی مثل همین تخته خودمونه. اگه تخت هست پس چرا یه دونه تاس داره؟ یه تاس دیگه هم باید باشه. اشکال نداره، اوکیش میکنیم. میگیم بابای رضا هم بیاد. خب چه ربطی به بابای من داره؟ آخه بابای تو هم کلش تاسه. بیا تاسمون کامل میشه. خندیدیم. حالا نه که زلفای بابای تو مثل سیندرلا تا کمرش اومده. خیلی خوب بچه‌ها، اولین تاسو من میندازم. بدنها جابجا میشود؟ منظورش چیه؟ من که بهتون گفتم بازی شرت و پرته. جمعش کنی. ولش کنید بابا، این بازیش بچه بازیه. بریم گل یا پوچ بازی کنیم. وایسید ببینم من چرا بدنم شبیه بدن سعید شده. چی؟ این امکان نداره. بدن من و رضا با هم جابجا شده. بابا ایسکامو نکنید، مگه الکیه؟ وایسا ببینم این جلویه چقدر شبیه منه. وای نه، منم اومدم تو بدن رایدر. میگم چقدر احساس خارش دارم. من نمیدونم این اتفاق چجوری افتاده، ولی هرچی که هست زیر سر این بازی هست. این بازی دکمه گو خوردمش کجاست؟ الان باید چجوری برگردیم؟ من تو این بدن یه احساس خارش و چندش عجیبی دارم. رایدر، این پشماشماتو چند وقت بار میزنی؟ نمیدونم، یادم نمیاد. مگه شما پشماتونو میزنید؟ رضا داداش تو چجوری تو این بدن زندگی میکنی؟ دماغت انقدر بزرگه کل تصویر رو گرفته. تو یکی گو نخور بابا، انقدر سوراخ دماغت گنده است که دارم اینجا بوی عرق رایدر رو احساس میکنم. تو رو خدا منو این زندان نجات بدین. جواد، این بدن تو خوب بابندی نکردی، خیلی سوبره. یه 2-3 نخ سیگار بدیم بکشیم. اوی بز بچه، حق نداری با بدن من سیگار بکشی ها.
خب به جاش تو هم میتونی با بدن من بری دختربازی. مشتی همون سگ ولگرد محلمونم به بدن تو نگاه نمیکنه. بچه‌ها باید یه فکر جدی راجع به این قضیه بکنیم. رضا لعنت بهت، هندونایی که خوردی داره خودشو نشون میده. من برم دستشویی و بیام. خیلی خوب، ولی حواست باشه آب خیلی داغ نباشه. من پوستم خیلی حساسه، سری تاول میزنه. باشه بابا، حالا خوبه بدن آنجلینا جولی رو نگرفتیم. سعید چشم بسته بری یا یکم حیا داشته باش. تا حالا خودم از این زاویه ندیده بودم. چقدر جذابم. پس معلوم شد مشکل از چشمات نبوده، اعتماد به نفست مشکل داره. بالا من از هر زاویه‌ای که به ریختت نگاه میکنم شخمیه. ولی رضا تو باید خیلی شکرگزار باشی. سعید برگشت حتما یه نگاه به قیافه خودت بنداز که چی بشه؟ که متوجه بشی چه رفیقایی داره که با این قیافه داغونت هم هنوز باهات میگردن. داش رضا نگفته بودی که بواسیر داری؟ چی؟ یزید مگه ما قرار نذاشتیم به قسمت خصوصی هم نگاه نکنیم؟ جدی همچین قراری گذاشته بودیم؟ چی؟ بیشور یعنی تو هم یه همچین کاری کردی؟ من که اصلا این کارو نکردم. بواسیر دندازه کله رایدر بود، بیشتر داشت اون منو نگاه میکرد. جواد از تو بعید بود. بابا تقصیر من نیست، این بدنش نشتی داره، اصلا نمیشه کنترلش کرد. من که بیشتر از این نمیتونم این بدن شخمی رضا رو تحمل کنم. این وضعیت تا کی ادامه داره؟ مطمئن نیستم، ولی فکر کنم باید تاس بندازیم تا حکم قبلی باطل بشه. خیلی خوب، همه برگردین سر میز. این بار من اول تاس میندازم. آخیش برگشتم تو بدن خودم، چقدر تصویر واضح‌تر شد. ایول، واقعا هیچ جا بدن خود آدم نمیشه. به موقع برگشتم تو بدن خودم، وگرنه با اون سوراخ دماغای سعید بوی گوز رایدر تا مغزم رفته بود. خب دیگه به اندازه کافی سرگرم شدیم. بازیو بذارید کنار تا بلای دیگه ای سرمون نیومده. رایدر گفته این تلویزیونتون چه برگشه، بیا درستش کنیم، حداقل این آدم بشینیم فیلم ببینیم. نمیدونم حاجی، یه چند وقتی خرابه، مثل ذات خودت. خب مشکلش چیه؟ هر کاریش میکنم روشن نمیشه، عین هو رنگ پوست خوده. آخه یکی این حرفو بزنه که خودش شبیه سیاهی زیر کتری نباشه. بابا اینا روشن کردنش قلق داره. تلویزیون با بزرگ منم همین شکلیه. تلویزیون خودتونم یادم همین شکلی بود. آره آخه با همدیگه شریکی استفاده میکنیم. مردم عزیز، همکارای ما در منطقه مستقر شدن و آماده حمله و دستگیری مجرمین هستن. ایول زیادش کن، عجب فیلم خفنیه. رایدر اینجا چقدر شبیه خونه ای توه. آره خیلی شبیهشه، پشمام. شبیهشه چی اسکولا؟ واقعا اینجان، بیاین بیرون رو ببینین. برای چی؟ مگه میشه؟ این چطور ممکنه؟ رایدر دوباره چیکار کردی؟ شک ندارم که زیر سر توه. فکر نمی‌کردم انقدر بی جنبه باشه. من فقط پول قهوه خونه دیشبو پیچوندم. چی؟ تو که گفتی پول قهوه خونه رو حساب کردی، پس دیگه دنگ چی رو اما گرفتی؟ حاجی چند وقت دستم خیلی خالی بود. دیگه زندگی ما هم خرج داره. لعنت بهت رایدر، ببین چیکار کردی؟ ولی این بار فکر میکنم داستان ربطی به رایدر نداره. لعنت بهش، پس حتما به خاطر من اومدن. تو دیگه چیکار کردی؟ منم واسه دنگم برای رایدر فیش جعلی فرستادم. چی؟ لعنت به، چطور دلت اومد سعید؟ فکر کردی فقط زندگی خودت خرج داره؟ ای یزید، پس یعنی همه اون فیشای دنگی که واسه من فرستاده جعلی بود؟ نه بابا چی دارید میگید؟ اینا همش به خاطر بازی جومانجیه. اینجا نوشته یا فرار کنین یا دستگیر بشید. ما هنوز داخل بازییم. زود باشید خودتون رو تسلیم کنید وگرنه خونه رو منفجر میکنیم. حالا باید چیکار کنیم؟ چاره ای نداریم، باید بازی رو تا مرحله آخرش بریم. میتونیم از در پشتی خونه من فرار کنیم، اونجا کسی نیست. پس زود بازی رو بردارید که فرار کنیم. یزید آروم برید، منم برسم.
خب رفقا اگه این کارو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها واسه من بنویسید دوست دارید قسمت بعدیش هم بسازیم یا نه. جکوارتونو.